سلام. این قسمت کمالگری، قسمت اول. میدونی چرا خیلی از ماها هیچ وقت شروع نمی کنیم؟ چون فکر میکنیم باید همه چیز از روز اول عالی باشه، باید بهترین باشیم، باید همه چیز درست و کامل باشه، وگرنه بیفایده است و هیچ فایده ای نداره. ولی حقیقتش اینه که خوب شروع کردن خیلی مهمتر از عالی شروع نکردنه. منم دقیقا همینطوریم و دارم تلاشمو میکنم. بارها ایده های خوبی توی سرم داشتم، ولی انقدر براشون برنامه میریختم، انقدر فکر میکردم که چطوری بی نقص اجراشون کنم که آخرشم هیچ وقت اجرا نمیشدن. اصلا میترسیدم برم سمتشون. یه روز دیگه به خودم گفتم یا انجامش بده یا برای همیشه باید حسرتشو بخوری. دارم تلاش میکنم که سمت کمالگرایی نرم، خودمو کنترل کنم، ازش فاصله بگیرم. این مهمترین چیزه که تو بدونی نقطه ضعفت کجاست و سعی کنی که هر وقت خواستی سمتش بری جلو خودتو بگی. من بارها این اتفاق برام افتاده که کمالگرایی یقمو گرفته و نذاشته که شروع کنم. خیلی از ایده هم جلوش گرفته شدش و خیلی از کاری که دوست داشتم انجام بدم به خاطر کمالگرایی ازش فاصله گرفتم. الان برعکسه. الان میخوام که من جلوش وایسم و بگم که این دفعه فرق میکنه با دفعه‌های قبل. امیدوارم که این ویدیو برات یه یادآوری کوچیک باشه که واقعا هیچ کس از روز اول عالی نبوده. هیچ طراحی، نویسنده‌ای، فیلمسازی یا خالق محتوایی یا هر کس دیگه‌ای که از اول کارشو شروع کرده کارش بی‌نقص نبوده. قانون اول آخرش اینه که تو فقط باید شروع کنی و کم کم بهتر بشی. تو چی داری که هی امروز و فردا کنی برای شروعش؟ بیا همین الان تو کامنت ها برام بنویس و با هم قول بدیم که شروع کنیم، حتی اگر قرار نیستش که بی‌نقص باشه. اگر دوست داری این مسیر رو با هم بریم، خوشحالم که اینجایی الان و میتونی به چنلم سابسکرایب کنی و چند لحظه زمان بذاری زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنی که ویدیوی بعدی که آپلودش کردم با خبر بشی. راستی این ویدیو ولاگ یک روز پنجشنبه منه که حالا تو قسمت‌های بعدی بهتون کامل توضیح میدم که چه خبره اینجا. امیدوارم که روزای خوبی برای خودتون بسازین و شاد باشین. خداحافظ.